امروز قراره با هم بریم ببینیم کی بررسی کننده محصول خفن‌تریه، یعنی کی میتونه یک محصول رو دقیق‌تر و قشنگ‌تر و جذاب‌تر و گوگلی مگولی‌تر بررسی بکنه. خب طبعا من که کارم اینه اصلا این ویدیو رو میتر کنم و نتیجه رأی شما قطعا منم. روژینم به هر حال آدمیه که 3-4 ماهی سابقه بررسی محصول داره. گفتم بس ادامه نده خوشتیپ. و قراره ببینیم که کی میتونه بهتر یه محصولی رو بررسی کنه، اما محصولی که حوزه تخصصی خودش نیست. من به عنوان یه تک بلاگر قراره چرت و پرتای آرایشی رو بررسی کنم و روژین به عنوان یه بررسی کننده لوازم آرایشی و بهداشتی قراره یه کالای حوزه تکنولوژی، حوزه مهم و پر اهمیت سوشال مدیای ایران رو بررسی کنه. خب میلاد با ما بگو که باید چیکار کنیم. چطوری؟ قربونت خیلی چکرم. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. چکرم. تبریک میگم بهتون، امروز قراره کاملا دهنتون سرویس بشه و به چالشی کشیده بشین که تا حالا کشیده نشده بودین. ببینید خیلی جالبه به خاطر اینکه جفتتون یه سابقه فعالیتی توی حوزه بررسی و سابقه درخشان دیجیکالا موبو نیوز میزنید، برندینگ ماشاءالله و همه چی دیگه بلدین جفتتون. ببین خیلی باحاله، ولی به خاطر اینکه ببین یه چیزی دیگه میخوام بگم، اینکه خب شما تخصص دارین خوبه روی چیزهایی که خودتون بلدین. الان قراره به یه چالشی کشیده بشین که راجع به چیزایی که هیچ چیزی راجعش نمیدونید. من همه چیزو بلدم. من به عنوان یک پروداکت ریویور همه چیزو میدونم، همه کارو میتونم انجام بدم. بله. الان کری داری میخونی واسه روژین؟ من اصلا نیاز به من خب ثابت شدم امیر شبانی حالا متوجه میشیم، تا چند دقیقه دیگه متوجه میشیم. خب روژین جان یه ذره از خودت بگو. خب اسمم همونطور که مشخصه من روژینم، توی فیلد آرایشی و بهداشتی تولید محتوا میکنم و اینکه تقریبا میشه گفت یه ساله که توی این فیلد دارم کار میکنم. بعداً یاد بشه من سوال ازت بپرسم بدون اینجام دونه زده ببینم چی بزنم خوب شه. خب امیر جان شما؟ من نیاز به معرفی ندارم، تو همه جا هستم. منو همه جا میبینین، دیجیکالا میبینین، موبو نیوز میبینین، میزنویر میبینین، یوتیوبوس میبینین. دیگه زبل خانم دیگه حالا اون کی هست و من نمیشناسمش، ولی خب کی؟ زبل خان، اینجا زبل خان، آنجا زبل خان. همه بچه بودی نمیدیدی؟ نه بچگیای زبل خان میدیدی بچه بودی؟ بچه بودی زبل خان. خب آقا نظرتون چیه بریم شروع کنیم مسابقه؟ خب بگو شرایط مسابقه چیه، چه جوری با چیکار کنیم؟ یه دونه وسیله روژین آورده، یه دونه هم وسیله، 2 تا وسیله آوردی. چرا؟ خب 2 تا مال من 2 تا. من چون ادغام میشه هر چیزی رو میتونم واقعا خب باشه. یه دونه وسیله ولی خب امیر آورده که من میدونم اندازه 5 تا وسیله سنگین تره و اینکه وسیله در اختیار شما قرار داده میشه. من اینجا تایم میگیرم. چقدر وقت دارید؟ شما 1 دقیقه وقت دارید بررسی کنید و 1 دقیقه وقت دارید که توضیح بدید و اون ویدیویی که ما قراره توی اون قاب از شما ببینیم، از اون بررسی که داری انجام میدی به ما بگی. حالا شما باید جوری بررسی کنی که چیزی که میبینی رو انگار بلدی. یعنی این که باید خوب ببینی، خوب نگاه کنی، خوب بشناسی و با تفکراتت و چیزی که داره چشمت میبینه اینا رو قاطی پاتی کنی، میکس کنی و به ما یک ویدیوی بررسی 1 دقیقه‌ای بدید. اوکی؟ خب روژین جان چه برای ما آوردی مارکوی عزیز؟ من نمیخوام اسمشو بگم. من 2 تا محصول آوردم این که ترکیده. کارش چی؟ کارشو که حداقل بگو. نه هیچی. کارش هم نمیگی؟ آره دیگه من چی میدونم. خب باشه. 2 تا وسیله داریم اینجا. یه دونش که اینه. یه ذره بیار جلوی دوربین بچه‌ها. به این صورت بس بازش کنم کامل. اینه. و یکیش روژلب دیگه. اینه. ولی خب من پیشنهاد نمی‌کنم که اینو تهیه بکنید. اینو همینطوری پیدا کردیم آوردیم اینجا. من این 2 تا رو استفاده کردی خودت از هر کدومش؟ اینو آره ولی اینو نه خودم استفاده کردم، نه پیشنهاد. بعد خودت میدونی الان اونی که استفاده نکردی چیه؟ آره. خودت میدونی. آره سخت. امیر جان شما این با یا حسین شما از این ور بذار نشون بدم. شما الان اینو کامل تو کارت دارین، تو این کادر این برم دارین. اسمش چیه؟ کارت صدا. اصلا من بگم کارت صدا، اصلا سوراخ سنبه‌اشو فقط تو نگاه کن. تو اگه میتونی باشه. تو خیلی بچه زنگی روژین، تو اسمش هم نگفتی. فوکس نمیکشه ولی خب ببین توضیح بده این گوی خب. این میدان کارت صدا. خب یه کارت صدا امیر آورده، خیلی هم عالی. خب 3 بار سنگ کاغذ قیچی میرین روبروی همدیگه. هر کی برنده شد اولین کسیه که باید معرفیشو شروع کنه. هر کی برنده شد اولیه یا هر کی باخت؟ هر کی برنده شد دومیه. هر کی برنده شد دومیه. بریم وایسین 1 2
3. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. من بردم. 2 3 2 3 1. کی برد؟ من تو بردم. بردی؟ آفرین. شما میتونی شروع کنی این گوی و این میدان. برو ببینم چی کار میکنی. ببین لازم من از کاد برم بیرون تایمر تو بیاد وسط؟ میگیرم. چی؟ من لازم از کاد برم بیرون یا باشه؟ نه اوکی باش نگاه کن، فقط مرض نباد بریزی. خب من تایمر رو دارم اینجا خودم، بعداً توی ادیت واسه شما هم توی تصویر میاریم. آماده ای روژین جان منو نگاه کن. چرا شما الان من 20 ثانیه باید برم جلو از اون 1 دقیقه که به شما دادم. نکن دیگه خواهر من. خب دستا بالا، مثلا دستم نزن ببینی پشتش چی داره چی نداره. اینجا همه چیز بررسی میشه. 1 2 1 دقیقه وقت داری ببینی چی به چیه. تایمت مکس میشه، میری روی 1 دقیقه دوم که توضیح میدی. 1 2 3. گین داره 4K مانیتور میکس فونز 4K من میدونم چی میگه. فونز اصلا در مورد من حرف نمیتونم. همین برندش سورد استیت لاجیکه؟ من نمیدونم. کمکش کنم. نه فعلا نه. لگسی بهش میخوره. نمیدونم. چنل 1 چنل 2 افسانه هستی. لجند لگسی. لگسی میراثه. بچه‌ها تا روژین داره بررسیاش انجام میده، من یه چیزی هم به شما بگم که تصمیم نهایی که کی برنده میشه رو شما توی کامنت ها میگیرید و به ما میگید، درسته؟ ولی در نهایت من خودم هم خب یک نظری، یک ریاکتی روی بررسی که بچه‌ها دارن انجام میدم. شاید تاثیر داشته باشه روی رأیی که شما میدید و شما میتونید توی کامنت ها بنویسید که کدومشون بهتر بررسی کردن و کدومشون تونستن تو این تایمی که داشتن جسارتاً تایمشون تمام شده. من یه سوال من که دیگه بیشتر از این تایمشون الان تمام شد. یه سوال دارم، من قیمت اینو نباید بدونم؟ فکر می‌کنم خیلی تاثیر داره. 20 میلیون تومانه. 20 میلیون تومان. اوکی. قیمتش چه تأثیری داره؟ آخه چون ویدیوهایی که نه دیگه ما معمولا ویدیو می‌خوایم محصول رو بررسی کنیم، اون قیمت خیلی تاثیر میذاره توی اینکه باشه قیمت بذار تاثیر بذار. خب به خودت هم برسی، الان دیدی؟ به من نمیرسی. اوکی من 1 2 3 که به شما گفتم، شما باید یه چیزی به من تحویل بدی که من اون چیزی که دست شما هست رو بخرم. اوکی 1 2 3. به دوربین باید زل بزنم دیگه. بله. اوکی. سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره که یه محصول روی میز برو سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. قراره که امروز یه کارت صدا با هم دیگه بررسی کنیم که فکر میکنم اینجا اسمش نوشته سولید استیت لاجیک و بخوام در مورد این کارت صدا بهتون بگم. ببین اگر که دنبال یه کارت صدایی هستید که بی‌ارزه به قیمتش، جمع جور باشه، بتونید به خودتون هم بکنین، ببرین بیاین و فضای کمی روی میزتون بگیره، این خیلی به دردتون میخوره. همونطور که میبینین کلی پورت داره که میتونید باهاش هر کاری که خواستید انجام بدید. غیر از اون ما اینجا دکمه‌ای رو میبینیم، مثلا مانیتور لول که خب شما میتونید صدا رو تنظیم بکنید، گین صدا رو میتونید تنظیم بکنید و خیلی آپشن‌های دیگه که در اختیارتون قرار میده. در مورد قیمتش که خب بهتون گفتم، قیمتش حدوداً میشه گفت 20 میلیون تومانه که شما با این قیمت یک کارت صدای خیلی خوب و با کیفیت تهیه میکنید که میتونه به درد بخور باشه براتون. آفرین. باریکلا. آفرین. خب بچه‌ها دیدین چی شد. امیر جان کارت حس میکنم یه ذره سخته برادر، چون که داداش همشو توش کرد. خب کلی پورت داره که به دردتون میخوره فلان. ببین من یه چیزی بگم، من آخر میگم ولی الان نمیگم. خب ولی این که خوب بود. آفرین. شما چی آوردی واسه امیر؟ من 2 تا محصول آوردم. خب ترجمه اینه که اینو بررسی کنی، اما اگه 2 تاشو خواستی بررسی کنی که خب باش. چرا اول باید اونو بررسی کنه؟ به خاطر اینکه این پوینته، چون اینو دیده قبلا و میدونه چی کار میکنه. تو هم اینو دیدی قبلا ویدیو بررسی منو دیدی؟ چرا یه چیزی می آوردی که قبلا ندیده؟ واسه چی چیزی آوردین که قبلا دیده؟ خانم روژین. خیلی خب اینو ما بررسی آفرین. همون یه دونه. الان شد سر به سر داداش. آیفای بود از اینجا. ببین تو مگه ویدیوهایی که من تا الان ساختم به عنوان پارتنر من ندیدی؟ نه سوالمه. خب باشه. مگه ندیدی ویدیو؟ نه با دقت نه. عشق موج نزنه همین میشه. خانوادگیتونو بذارید واسه بعد. وقت برنامه رو لطفا نگیرید. خب امیر جان اونو بذار پایین، تو چشمای من نگاه کن. اونو دست نزن. شما 1 دقیقه وقت داری برادر. بازار دست آقا بذار پایین. مگه خب گفت 1 دقیقه وقت 1 دقیقه وقت داری که نگاه بکنی. بعد از 1 دقیقه من به شما اعلام میکنم
یک خب من حداقل بهش گفتم دو. کارت صدمت اسم اینم نمیدونم. بگم اسمشو اگه دوست داری میتونی بگی، اجباری نیست، فکراتو بکن، مولتی استیک هایلایتر. صحبت نکن موقع فکر کردنش. آره گفتی اسمشو، مولتی استیک هایلایتر. خب اسمش الان فهمیدی؟ میدونستم. خب الان میدونی اسمش چی کار میکنه؟ نه. خب بریم دستش نده. یک، من دو گفتم بذار جلوش که 100 ثانیه وقت داشته باشه ببینه. یک دو من سر 30 ثانیه سه. قطعش میکنم. ببینم چی کار میکنی. برو ببینم چی کار میکنی. ببین باید خیلی ظریف توضیح بدی واقعیت، چون تو خیلی کلوف توضیح دادی، اصلا ظریف نبود. 16 ثانیه. کلندولا اویل. کلندولا کالاندولا. بعداً به عنوان آپشن میتونم بهتون هوش مصنوعی رو هم بفروشم که تو اگر بخواید میتونین بخرین، اکانتشو بگیرین. میتونم از چت جی پی تی نه. نه الان نمیتونی، بعداً باید بخری از ما. این که اگه میخواین امکانات مثل بازی توی بازی مثلا چیز آپشن میفروشن، اینو میتونی بخری یه چیپیه بزنی دیگه. مگه اینجا نوشته؟ بابا نوشته گین نمیدونم فلان. 43 ثانیه. اسچون شونه. شون. 53 ثانیه. قیمتش هم قیمتش هم؟ هلوش فکر کنم نزدیک 200 تومن بشه، چون من خیلی وقت اینو خریدم نمیدونم دقیقاً. من کارمه. تمام. بریم. آماده ای؟ من همیشه آمادم. باشه. نفس عمیق ولی بکش. یک، صحبت نمی کنی یا روژی؟ حتی سلام احوال پرسی هم نمیخوام. بریم. دیگه خودت میدونی. برو. 1 دقیقه وقت داری. 1 2 3. برند شونو که همتون میشناسین، یکی از محبوب ترین برندهای حوزه لوازم آرایشی بهداشتی و با قیمت‌های مغروم به صرفه محصولاتش رو داره به بازار عرضه میکنه. توی این ویدیو قراره مولتی استیک هایلایتر از برند شون رو بررسی کنیم. همونطور که میبینین یه حجم خوبی از استیک رو بهتون میده و وقتی که بازش میکنن تازه این مصرف شده است، قطعا بیشتر هم هست و میتونین ازش استفاده بکنین. کارش چیه؟ روشن کننده است. میتونی به کجات بمالی و نمیدونم، ولی حس میکنم میتونی رو لبت اپلای کنی. پیگمنت خیلی خوبی داره و با قیمت 200,000 تومان میتونه یکی از مغروم به صرفه ترین لوازم آرایشی باشه که دریافت اینو نمیدونم اینجاها میمالن فکر کنم، بعد باید با دستت اینجوری اپلای کنی، اصلا پچی نمیشه و در نهایت میتونین که این محصول رو داشته باشین. تازه برای کسایی که از بوی بد و عطری محصول بدشون میاد، من این محصول بوش واقعا بوی خوبی داره و به نظرم که اذیتتون نمیکنه اگه توی روتین لوازم آرایشیتون ازش استفاده بکنین. من نظر دیگه ای ندارم راجبش. برند شون برند معتبریه و این محصول رو میتونین تهیه بکنین. آفرین. باریکلا. من اینجا چند نقد باریکلا. بکنم. خیلی شما در جایگاهی نیستی که بخواید نقد بکنید. الان شما قراره نقد بشوید. دستمال بدم میریزم. خیلی بهت میاد. خیلی خوشگل شدی. نقد چی کارش کردی؟ مهم نیست، مهم مسابقه است. مهم اینه که قراره که کی برنده بشه. اصلا اون مهم نیست چه اتفاقی براش میفته. در مورد کارش کامل اشتباه گفت. اصلا مهم نیست. مگه کاراییشو بلده؟ مگه شما اصلا راجع به کارایی اون کارت صدا صحبت کردی؟ صحبتی نداشتی که. گفتم کجا به کار میره؟ نه ببین من همه چیزو نوشتم. ببین من همه چیزو نوشتم. من در جایگاه یک قاضی و در جایگاه یک داور، ببین نقاط مثبت و ضعفتون رو نوشتم. من بچه‌ها پیشنهاداتم و اون چیزهایی که دیدم رو به شما میگم، شما میتونید بشنوید، بعداً دوباره ویدیو رو برگردونید، از اول نگاه کنید، 2 تا 1 دقیقه رو با هم بررسی کنید، ببینید که من آیا درست گفتم یا نه و در نهایت نظر نهاییتون رو واسه ما کامنت کنین تا ما آخر این ویدیو تصمیم بگیریم که قراره چه بلایی توی ویدیوی بعدی سر اون آدمی که تعداد کامنت کپتنی میگیره مجازات بیاریم. داره؟ بله مجازات سختی هم داره. ترای اگین نداریم مثلا. ممکنه که اصلا شاید یوتیوب نذاره اون آپلود کنیم، یه جای دیگه سی دی بزنیم بدیم دست بچه‌ها. آره خیلی مجازاتش خیلی سخته. خب روزین جان شما خیلی خوب بود، آفرین، کنترل صدای خوبی داشتی به نظر من و توپق داشتی اول ویدیوت، ولی نقطه منفی این توپقه این بود که توپقه رو جمع نکردی. یعنی اگر ما توی پخش زنده بودیم نمیتونستیم بگیم کات و بریم. خدمت شما عرض شود که دیگه
یه چیز خیلی خوبی که بود، شما کلمه هایی که میدیدی روی اون دستگاه با اینکه نمیدونستی چی کار میکنه، ولی با اطلاعات قدیمی که داشتی خیلی خوب جمعش کردی. میگفتی مانیتورینگ انجام میده، گینا انجام میده، پورت ورودی داره، خروجی داره و خیلی ویدیوهای منو خوب دیده. بود. حالا من اینو بررسی دیگه الان در جایگاه خودشه. یه نقطه منفی دیگه هم که میخوام بهت بگم، کلمه فکر کنم رو گفتی. فکر میکنم کارت صداست. خب من دارم یه ویدیو بررسی رو از شما میبینم و اگر شما اعتماد نداشته باشی و اونقدر محکم نباشی روی بررسی اون محصول، اصلا اعتماد نمیکنم که یا بخوام بخرم، سابسکرایب کنم، فالو کنم یا هر چیز دیگه. ولی در مجموع خیلی خوب بود. خیلی خوبه که تونستی چیزی که از قبل هیچ چیزی راجبش نمیدونی و حداقل 1 دقیقه راجبش نظر بدی. و شما وقت تو تلف نکردی. آفرین. همون اول بدونی که وقتو بکشی رفتی سر مطلب و خیلی جالب بود واسم. توپق داشتی ولی جمعش کردی. کارم. توپق داشت ولی جمعش کردی. باش. صادق بودی، شعار نمیدادی، میگفتی نمیدونم اصلا چی کار میکنه. این صداقتی که با خنده داشتی خیلی برای من جالب بود که من با این که میدونی، یعنی من حاضرم اون ویدیوی تو رو ببینم، بعد یه جای ویدیوی تو رو پیدا کنم، اون محصول اسکرین شات بگیرم، برم بعداً پیداش بکنم، خودم ببینم کارش چیه، ولی به واسطه این که تو گفتی برم اون محصول رو بخرم. چون صادق بودی، نمیدونستی چی کار میکنه، ولی تو میگفتی فکر کنم این کارو میکنه. یعنی هم داشتی تو جملت میگفتی من نمیدونم، همین که در باطن داشتی میگفتی من نمیدونم. محصول رو استفاده کردی، خیلی موضوع مهم بود. آخه اشتباهه بابا، تو اصلا مهم نیست. ببین میدونی چه، اون اگه یه چیزی بهت بگم، دیدی شما خانوما وقتی میرین از یه لوازم آرایش بداشی خرید میکنین، رژ لب رو لبتون که نمیزنین، که رو دستتون میزنین. درست دارین استفاده میکنین؟ نه. ولی به واسطه اینی که میزنی رنگ رو میبینی. یه چیزی بگم. یه چیزی بگم. سکوت کن بذار یه چیزی بگه. دیگه آدم میره تست میکنه که تو ریش و پشم که تست نمیکنه. خب حالا یه سوال دارم. وقتی ببین سوال ندارم، میخوام یه نکته بهت بگم. ببین وقتی من یه محصولی رو دارم توی ویدیو میبینم و اینو بازش میکنه و وقتی استفاده میکنه، میبینم توی محتوای این چیزی که دارم میبینم چه چیزی وجود داره، این مغز منو ارضا میکنه به عنوان یه مخاطب که ببینم توی این ویدیو چیه، این چقدر رنگ. ببین کارایی این شاید یه چیز دیگه بود، به واسطه این که امیر شبانی اینو زده اینجاش یه ذره براق شده، شاید یکی دیگه ببینه واسه روی پلکش استفاده کنه یا تو هالووین استفاده کنه. غیر از اینه. و مهمتر از این که اومد حرفه‌ای ترش کرد، به نظر من این بود که گفت بو عطر داره. یعنی من اون چیزی که حتی نمیدیدم هم ذهنیت منو روی اون محصول برد که این محصول یه عطری هم داره و یه بویی هم داره. و در نهایت من در صادقانه ترین حالت ممکن رأیم رو به روژین میدم. میدونی چرا؟ دلیل داره. به خاطر اینکه شما برادر من 3 سال 4 سال داری محتوا کار میکنی. چرا دوستان ببین اینقدر من صادقم، شما داری محتوا کار میکنی، بالای 10 تا پیج آوردی بالا، دیجی کالا اسنپ کالا فلان، باید اینجوری باشه. اصلا اینجوری نباشه بعیده. شما یه توپق اول ویدیو داشتی داداش، همون گند زد به کل داستان، دیگه تا آخر ویدیوشو نمیبینن چون انتظار ندارن امیر شعبانی توپق بزنه. ولی شما با اینکه اطلاعاتی نداشتی خیلی خوب تونستی هندل کنی و آفرین. و باز هم در نهایت رأی نهایی رو بچه‌ها توی خونه میدن، کامنت میذارن، به ما میگن چه اتفاقی میفته. اگر حرفی رأی چند تا رأی حساب میشه؟ رأی من چند تا رأی حساب میشه؟ رأی من اصلا حساب نمیشه. یعنی اگه 10 دود مثلا 100 20 نمیدونم چقدر ممکنه این ویدیو اولین ویدیو کاناله ممکنه اصلا کامنت زیادی نگیره. ببین ما تعداد شد چی میشه؟ ببین ما تعداد رأیتون اگه برابر شد که خب مجازات برای جفتتون اتفاق خب مجازات چیه اصلا؟ مجازات اول شما دفاعی‌های خودتون رو اعلام می‌کنید با توجه به دفاعی‌هایی که میدید. اگر من صلاح بدونم و ببینم که دفاعیاتون منطقی بوده، میتونم براتون یک مجازات سبک یا سنگینی در نظر بگیرم که در نهایت براتون اتفاق مجازات مگه الان نباید در نظر بگیریم؟ چرا دیگه؟ ولی اول نمیخواید از خودتون دفاع کنید. چرا بفرمایید خانم آقا. بفرمایید. اصلا شما نباید دفاع کنید. شما من رأیمو به شما البته نه، دفاع میتونید در برابر حرفای من یا در برابر ضعفایی که ضعفایی که خودت فکر می‌کنی توی اجرا داشتی دفاع کن. از خودت دفاع کن. من اصلا از این بهتر معرفی کردم. آقای شعبانی لطفا سکوت رو رعایت کنید. مثلا اینو خب طبعا من آقای شعبانی چی حتی اگه به عنوان محتوای فان بخونید. آقای ادیتور لطفا لاین صدای ایشونو ببندید.
خب شما 20 ثانیه وقت داری که از خودت دفاع کنی. 20 ثانیه‌ات از 4 ثانیه پیش شروع شد. اوکی. من خب اولین بار بود که داشتم توی فیلد تکنولوژی یه محصول رو بررسی میکردم، ولی آقای امیر شعبانی قبلا توی حالا خیلی چیزا بررسی کرده غیر از دار تکنولوژی. این از این و اینکه من همونطور که گفتم هیچ محصولی رو به صورت تخصصی به این صورت بررسی نکردم و تنها چیزی که بررسی کردم محصول آرایشی و بهداشتی بود. تمام. امیر جان شما 1 2 20 ثانیه‌ات از 6 ثانیه پیش شروع شد. برم؟ بله. اوکی. شما بارهای بار این محصول رو دیدی که من و آریان شریکم استفاده کردیم و میدونستی این صدای هدفون رو کم میکنه، این گین میکروفون بارهایی که وکال گرفتم، ولی حتی واسه این که خودت برنده بشی نکردی و من بگی این حداقل چیکار میکنه من تو ویدیو بیان کنم. و من به نظرم به عنوان کسی که حتی نمیدونه این محصول چیه ویدیوی قشنگتری درست کردم، حتی اگه یه نفر ترغیب نشه اینو بخره باهاش خندیده. به نظر من دفاعی امیر شعبانی اصلاً وارد نیست، به خاطر اینکه این آقا نون زندگیش و جایگاهی که داره رو مدیون رسانه و فعالیت رسانه‌ای و فوق تخصص این مسیره. اصلا بیا پایین از این حرفا که بگه من اونو نمیدونم، اونو باید قورت میداد که نداد. حالا یا حال نداشته، حوصله نداشته، خوابش میاد، نمیدونم. ولی دفاعی شما هم وارد نیست، بازم ربطی نداره. شما وقت داشتی ببینی راست میگه، یه ذره راست میگه. شما دیگه میدونی صدا با کدوم کم و زیاد میشه. یه صدا کم بود کارشو بگو، نون میگیره چیکار میکنه، ما نمیدونیم چیکار میکنه. حداقل اونو دیدیم دوست پوست صورت آقا یه ذره تغییر ایجاد کرد. خب حالا هنوز هست اسم میکنم من اینجا برق میزنم. اگر بچه‌ها کامنت وقتی گذاشتن اون کسی که رأی کمتری آورد، تعداد اسم کمتری ما داشتیم تو کامنت ها ازش، اگر شما بودی نیم ساعت با ماژیک، اصلا نیم ساعت هم نه، یک ویدیو میگیری روی پیج اینستاگرام خودت باید استوری بذاری 1 ساعت، چه ویدیویی؟ سیبیل هیتلری درست میکنی واسه خودت با ماژیک، میری سوپری پایین خرید میکنی، یکی هم ازت فیلم میگیره، اون ویدیو رو تو پیجت باید استوری کنی 1 ساعت. اگر شما باختی، من که نمیبازم. حالا اگر شما تا داره که رأی کمتری آوردی، با اینکه میدونم اصلا بهت نمیاد، ولی ریش و سیبیل و همه چی رو باید شیشتیخ کنی بریزی پایین ببینیم چه شکلی میشی. حله؟ به نظر من منصفانه ترین و عادلانه ترین رأیه. اوکی. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ما رو دیدید. برنامه‌های بعدی خیلی خفن‌تر قراره باشه. حالا یه ویدیو راجع به این که قراره تو این چند چه اتفاقی بیفته و چیا رو داشتیم باشیم و چه اتفاقایی قراره رقم بخوره واسه حالا امیر و روژین با هم داریم که ببینید اون ویدیو رو که چه کاری قراره بکنیم. و اینکه توی ویدیوهای بعدی چالش‌های خیلی باحال‌تری داریم، مجازات‌های خیلی باحال‌تری داریم و همه رو به تصویر می‌کشیم بدون سانسور و در لحظه و هیچ کدوم هم از قبل تعیین شده نیست. یعنی ویدیوهایی که تو این کانال می‌بینید، چه اتفاقهایی که میفته، چه چالش‌هایی که قرار برگزار بشه و چه مجازاتی که قرار برگزار بشه، در لحظه اتفاق میفته، تصمیم گرفته میشه و اعمال میشه. همه جوره. دمتون گرم. کانال رو سابسکرایب داشته باشید و پیج اینستاگرام امیر روژین رو داشته باشید. امیر روژین صحبت پایانی. امیدوارم که حساب کار دستتون اومده باشه که برنده نهایی این مسابقه کی بود و مشخص بکنین توی کامنت ها که برنده نهایی مسابقه کیه، کی خفن تره، کی بهتر بررسی میکنه محصولاتو. و امیدوارم که واقعا روژین رأی نیاره توی کامنت ها، تا اسمش هم نبینیم. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدیم. امیدواریم که بتونیم این کامیونیتی رو رشد بدیم. اولین ویدیومونه و سعی می‌کنیم که توی هفته ویدیو بیشتری تولید بکنیم با همین کیفیتی که داریم می‌بینید تا کیفیت رو بالاتر ببریم. تا ته کیفیت رو داریم دیگه. خدا شما اگر صحبتی داری بفرمایید. خیلی ممنونم که تا جای ویدیو رو دیدین. قطعاً که حق به حقدار میرسه و مشخص میشه دیگه برنده. انشالله که مشخص میشه. بچه‌ها هم کامنت میذارن، برین کامنت ها رو بخونید، برین به دوستاتون هم بگین کامنت بذارن. اون مجازات واقعا مجازات عجیبیه، هم سیبیل برای روژین و همین که امیر رو من هر جوری با هر تصویری بدون ریش و سیبیل تصور میکنم، اصلا نمیتونم امیر شعبانی صداش کنم. من اگه سیبیل رو بزنم دیگه جلو روژین نمیام. خب بچه‌ها دمتون گرم، خوش، شبتون خوش، ارادت خداحافظ. بای.